رجب علی ایبرانی نبرکشم بچه شما همین 4 دختر اولی هم راضی کردنتون نیستین. یه مردک خوب همه خیلی ده همون دختر رو گفت تونانه میگرفتن یه بار گفت میزنیم من خودم 10 تا تیکه میفتم 10 تا دیگه کاو همه چرا بیچی روزی بود توجه را میریم از ساعت نیم ساعت دیگه دو خود با خود چیزوزه میخوره میشه روز یکشنبه تمام بود بگه کار بینه که 10 مینوت دیگه وقت همین نیفتین زنگ بزنی خودم تشکیلش کنم ای کار خام داره نه کار خام داره من تا گم خوشیگار مواردم بیم رفیقم های این کارخونه را کارگاه همونه میرسه از کارگاه باید بگیرن دختر کارگاه میگن گفت که کار میکنم با گفته چه کار نمیکنم یا دختر روزی که نمیتونن اوقات گیریم nerede? چی نام داره این؟ شوربا شوربا؟ روغن با این چی روغن دادرین یا خودتو؟ ها؟ در درون یک کم از روغن چه پشیده؟ ای که نه یا تورتی حلال میپذی نه یا پچینی حلال این پچین میپذی رنگی سنبقان ای بای میکن زن با هنر باشه زن باید باید رنگی گل باشه زن دستش باید گل باشه مردا گفتم چی فرصت میکنم خب ما معلم طلبه سوال بده خب پرس خالامشون دعوتنامه رو اون کردگیم توی بچه‌شون دعوتمون کردگیم گفتم میریم میرم برم رقص کنم تبریک رو کنم همین در یک هفته یک روز استراحتی دارم همین روزم برم خدمت خالایت را کنم همین روزم برم در توی خالایت برقصم کار دارم همین روز استراحتی های اینا بچه را زنگ زدگیم باید بریم اوید یک مسئله صحبت کنیم اوید یک کار بار گپ زنیم خالات زنگ زد همیشه تبریک بگو خالا جان تویتون مبارک شود فرزندتون خوشبخت شوند فهمیدی؟ اما وقتی گفتگیم شده رفتن در کار رجب علی نه بروچه جان کجا میری بچم؟ بچم دمی روز استراحتم کجا میری تو؟ بروچه جانی من تو میدونی که یه هفته 6 روز ما در کاریم اکم یک روز یودیخی های همین روزم بعضی کارهای ایلوگی مون موندگی های نرم کار ما بود نکنیم با همه چی میمونن این بچه را زنگ زدگی موچه جان انا باید یک مسئله باید مصلحت کنیم صحبت کنیم چی گفتی اوچه؟ بچم بخیر همین روز استراحت های خیلی خانه ها کدشین یا زن تگیر یا جو استراحت روی یا تماشا روی اوخی همین روزی همین استراحت هم تو یک کارون میبرویه یا دم گیر خور و خانه دوخی بچم اوچه جانی من همش میشه وقت ساعت شفتی زنک او زنک بابای مردک لابای مردک همین اوزی موشین هم میشنوی که خیلی نه خیلی فهمیش نیست که خیلی بدوی بیو دروازه را اوز کنی بدواقع باید یه از سوال زنک فیراد کنم برام پشتی موشین در پتکه در درنی موشینه درم باری خدم جای پاساژیر داره من خب همش جمع که بیا خب مردک
سلام جان خیر مغز رسته رفتی؟ دوستان عزیز یه لحظه بعد خدمت خواهران مدیران و پژوهشگران میرسونم که شرکت فابلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده. اگر شما میتونید در خونه بشینید در خونه نبرین، توصیه هم تلفن موبیلیتون کار و فعالیتتون بیزنستون پیش برده در یک مکانی کم است 3000 سر کرده تا 15000 تومانی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست، ای خونه بر اومدن لازم نیست. انا دانش دو دخترک شما را میتونید کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما را میتونید کار کنین. فقط در یک روز 3 ساعت وقتتون را صرف میکنین و هر ماه نمیخری معاش میگیرین. برای به کار قبول شدن یگان کس پول نمیتونین، التماس نمیکنین، فقط دایرکتری شرکت فابلیک اپای فاطمه جان را اینا دو درکتون رجب علی ابراهیمی مراجعت میکنین. اپای ما تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را به پول میفهمونه یا تون میته و شما را میتونین هر ماه نمیخری پول به دست بیارین. واتساپ اپای نمیجا موندگی مراجعت کنین و برای حاضر نوشتن شما با 500 روبل شما را اپای فاطمه توفا میکنه. برای همین حرکت میکنیم مینویسیم در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبیا داره. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشتون هر ماه توفا میگیرین. غیر توفا وقتی که شما 2 ماه کار میکنین 3 ماه کار میکنین و دایرکتر شرکت فابلیک میشین، در این حالت 20000 تومان دیگه از جانب شرکت فابلیک توفا میگیرین. این چونین یک چاله طلای دیگه از جانب اپای فاطمه جان یعنی که قبول میکنین. برای همین حرکت کنین بنویسین و نگفتن همونه که وقتی که شما در شرکت فابلیک کار میکنین برای تولد هر یک فرزندتون 10800 تومانی دیگه توفه تون میکنن. حرکت کنین بنویسین هر ماه پول بگیرین، هر ماه توفه بگیرین. حرکت کنین نه واتساپ یا فجان مودا اینو ما مراجعت کنین 500 روبل دیگه با توفه بگیرین. سلام جان خیر مغز رسته رفتی؟ جان اما واتساپ با صورتایی که لباسای برای خودم روان کرده بودم خریدی؟ مردم شاگه نخریده باشی بخرم که میدونیدم چه خیلی خوش رو میزه با الو جان الو مردم شاگه نخریده باشی بخرم که میدونیدم چه خیلی خوش رو میزه با الو جان الو زنک او زنک لابا مردک بین مردک هیچ سر فرمایته این خیلی عقل داری یا نداری؟ یک برخت خیلی دیرنه هود کرده کن یک برا پولی به عقل شده کن او خیلی دیونک ما در این محله آبرو دارم دیره در تنت کردی یک بار فکر کردی که آبروی شوهری ما میرزه آبروی خانواده ما میرزه تو کاری کرده سای که من در این محله بسر شما بگردم تو کاری کرده سای که من سر ما برداشته نتونم چیه بولای این چی سر لباسای این لباس شما دا محکوم نباشه این لباس که آبروی شما را ریزونه این لباس که ناموس شما دا سخت رسه برای چی لباس خریدین مده برای من نخریدین یا که این لباس های شما نیسته جمع که زبان تا من این لباس هم برای اگان کس نخریدم این لباس در ماشینی من رفیقم فراموش شده نمیدونم برای اگان شیناس خریده برای اگان دوست خریده بس کنین این افساناتون مردک این لباس شما نخریدین این لباس برای ها 3 دیلکتون خریدگین اگر این نمودی لباس در شما محقول نمیشی ایره برای چی خریدین؟ برای کی خریدین مردک؟ ما در زندگی شما را نقض دیده مردک و شما را حرمت احترام کرده مردک ما در زندگی یکم شما را کم نمونده مردک ما در زندگی خواستم که او زنی میخواستگی شما شوم مردک ما این لباس به خاطر پوشیدم که با تعب دل شما شوم تا اینکه از پسی زنای دیگر در کوچه نگردیم رجب علی